آقای پروفسور برایان یک پروفسور هست، یک فیلسوف هست. ایشون در یکی از سخنرانی‌هاش در یک جمع خیلی بزرگی صحبت میکنه، میگه من با هواپیما راهی یک همایش بودم برای سخنرانی. هواپیمای خیلی کوچک، 100 نفر بیشتر نبود. میگه که کنار پنجره منو نشوندن، نشستم اونجا، نگاه کردم یه میز جلوم گذاشته است، جلوی صندلیم یه میز هست. میخواستم میز رو باز کنم که روش شروع کنم به نوشتن، از فرصت استفاده بکنم. هر چی کردم به محض اینکه هواپیما بلند شد، هر چی که قدرت داشتم، توان داشتم که اینو باز کنم، نشد. زور زدم، ای بابا چرا باز نمیشه؟ از دوستم کمک گرفتم، گفتم تو اینو باز کن. اون آمد، قوی تر بود، هر چی تلاش داشت، هر چی قدرت و انرژی داشت، نشد. عجب. گفتم اگر آخرین کارم در دنیا همین باشه، باید اینو باز کنم. ناامیدی پیش من معنایی نداره، باید بازش کنم. خلاصه شروع کردم 2 مرتبه به زور زدن. لحظه گفتم بالا رو نگاه بکنم ببینم شاید راهنمایی، یک کاتالوگی، بروشوری، کاغذی که من راهنمایی بکنه چطور باز کنم. 10-12 ساعت تو مسیر استفاده کنم از فضا، از علم، از مطالعه. یه متوجه شدم که بالا رو نگاه کردم، دیدم روی پنجره نوشته که خروج اضطراری، درب خروج اضطراری. فوراً نشستم، دست پام لرزید. گفتم وای، اگر باز میکردم، اگر مقدار دیگه فشار می آوردم، این در باز میشد، دیگه الان زنده. ایشون خطاب به اون جمع میگه عزیزان، گاهی بعضی از دربها رو خیلی محکم میکنی، میگه باید وا بشه، تمام توان تو به کار میبندی این در رو باز کنی، اما خبر نداری ای مسکین، این در اگر باز بشه همین در باعث نابودی تو میشه، ولی تو خبر نداری. این سبب ها در نظرها پرده هاست، در حقیقت مالک هر شی خداست. بس اوقات بعضی دربها باز نمی شود تا تو زنده بمانی، اما ما از خدا رنجش میگیریم. خدایا چرا این همه دعا کردم قبول نشد؟ چرا این همه من از تو خواستم ولی خواسته منو اجابت نکردی؟ درب اضطراری بوده، خدا میخواسته تو زنده باشی چند صباحی. این اتفاقات برای من و شما نیفتاده؟ تو زندگی های خیلی منو. اگر گاهن خدا دری رو باز نمی کند، چون قرار است زنده بمانی. یقین بدانیم که خداوند از اون بالا چیزی رو میبینه که ما نمیبینیم. خداوند مراقب چیزهایی است که ما متوجهش